معنای صلح چیست؟ در سرزمین من، در سرزمین تو، در سرزمین ما و شما، در سرزمین ایشان. معلول‌های جنگ که دنبال گم شدهشان می‌گردند، پاهای گم شده، دستان گم شده، چشمان گم شده، معنای صلح را بهتر می‌دانند. معلول‌های درونی دسته دیگر هستند. سلامت وجدان را از دست دادند، گم کردند. و او که با وجدان همشانه راه می رود، قدر گم شده ها را می داند که درد خسته تپیدن ها در سینه است که می داند. به فرض قلم به وساطت برخیزد، در هرج و مرج داد و ستدها مرثیه‌ای برای شور و جذب همدلی زودپا در سوگ گم شده ها خواهد نوشت. همین و دیگر هیچ. سلام به یکایک شما دوستان عزیزی که یک بار دیگه بیننده برنامه خودتون قاصدک هستین. در یک روز زیبای دیگه خداوند این فرصت رو به من و همکارانم داده تا اینکه میهمان خانه های گرم شما باشیم. برنامه قاصدک برای شما زنده در حال حاضر از شبکه 107 پارس پخش میشه و شعر زیبایی که من برای شما خوندم در خصوص با صلح بود که در هفته های گذشته من قرار بود برای شما اون رو بخونم. دوست عزیزی اون رو برای من ارسال کرده. تشکر میکنم از این دوست عزیزم به خاطر این شعر بسیار زیبایی بود و خیلی ربط داشت به موضوع برنامه ما در 2 هفته گذشته که متاسفانه من وقت نکردم اون رو بخونم. مرسی از شعر قشنگ که برای ما فرستادین. جا داره که در ابتدای برنامه من تشکر بکنم از همه شما دوستان عزیزی که در طول هفته برای ما SMS میفرستین، ایمیل میفرستین. خیلی از شما لطف میکنید، حتی برای ما ایمیل ارسال میکنید و ایمیل های زیبایی رو برای ما میفرستید که خیلی از اونها پر از جمله های قشنگن، حکایت های جالب، اشعار زیبا. درخواست های دعای شما رو بعضی وقتا دریافت میکنیم. خیلی ممنون از لطفتون، از اینکه پشتیبانی میکنید، از اینکه نشون میدید که برنامه ها رو دوست دارید، ابراز میکنید از اینکه برنامه ها رو میپسندید و به ما میگید که این برنامه ها چه تاثیراتی در زندگی شما داره و واقعا اینطوری به ما دلگرمی میدید. من تشکر میکنم از برادرم کوشا که یکی از عزیزانیه که همیشه یکی از پشتیبانهای برنامه قاصدک بوده، به خاطر محبت این برادر و همچنین به خاطر ایمیل قشنگی که برای ما فرستاد. ایمیلی که برای من فرستاده بود یک حکایت کوتاهی بود با یک نتیجه اخلاقی که چون من خیلی از این خوشم اومد و لذت بردم، دوست دارم که امشب اون رو با شما دوستان عزیزم هم قسمت بکنم که ایمیل زیبایی رو که کوشا جان فرستاده با همدیگه بخونیم. این حکایت اینطور میگه که یه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن. پسر کوچولو یه سری تیله داشت و دختر کوچولو چند تا شیرینی با خودش داشت. پسر کوچولو به دختر کوچولویه میگه من همه تیله هامو بهت میدم، تو همه شیرینیاتو به من بده. دختر کوچولو قبول میکنه. پسر کوچولو بزرگترین و قشنگترین تیله رو یواشکی واسه خودش میذاره کنار و بقیه رو میده به اون دختره کوچولو. اما دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود به پسر تمام شیرینیاشو با کمال صداقت میاد و میده به پسره. همون شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابید و خوابش برد. ولی پسر کوچولو نمیتونست بخوابه، چون به این فکر میکرد که همونطوری که خودش بهترین تیلش رو یواشکی پنهان کرده، شاید دختر کوچولو هم مثل اون یه خورده از شیرینیاشو قایم کرده و همه شیرینیهاشو بهش نداده. نتیجه اخلاقی داستان: عذاب وجدان همیشه مال کسیه که صادق نیست. آرامش مال کسیه که صادقه. لذت دنیا مال کسی نیست که با آدم صادق زندگی میکنه. آرامش دنیا مال اون کسی است که با وجدان صادق زندگی میکنه. بله، داستان خیلی جالب و بانمکی بود و واقعیت اینه که وقتی که صادقانه در زندگیمون برخورد میکنیم با مسائل و واقعا با صداقت با دیگران رفتار میکنیم، اون موقع دیگه من فکر نمی کنم خیلی چیزا رو لازم باشه به خاطر داشته باشیم. من جمله قشنگ دیگری هستش که حتما شما هم شنیدین: کسی که دروغ میگه باید حافظه خوبی هم داشته باشه. کسی که دروغ نمیگه لازم نیستش که هیچ وقت چیز رو به خاطر بسپره، چون که وقتی که صادق هستیم لازم نیستش که هی بشینیم و فکر بکنیم به همه دروغایی که گفتیم و حالا بریم به هم ربطشون بدیم تا اینکه یه جوری برملا نشه دروغای ما.
ولی وقت واقعیت ها رو میگیم که لازم نیست چیز خاصی رو به خاطر بیاریم، چون همون چیزی که بوده رو گفتیم و چیز اضافه‌ای اختراع نکردیم از خودمون که بخوایم اون رو به خاطر بسپریم. من تشکر میکنم از برادرم کوشا. پیام دیگری داشتیم از دوست عزیزی که میگه سلام خدمت شما عزیزان، یک سوال دارم. من حتما باید قسط تعمیر بگیرم تا تولد دوباره پیدا کنم و اگه میتونید انجیل رو برام بفرستید ممنون میشم و منو به ایمانداران منطقه خودم وصل بکنید تا اینکه در ایمانم رشد کنم. خیلی تنهام، هیچ کدوم از خانواده‌ام به عیسی مسیح به عنوان خداوند ایمان نیاوردن و من از این بابت خیلی ناراحتم. ممنونم از توجهتون به پیام هام. شما رو به دست‌های پرفیض خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. آمین. مرسی دوست عزیز از پیامی که برای ما فرستادی. همونطور که من به شما پاسخ دادم از طریق SMS و امیدوارم که این SMS رو دریافت کرده باشی، ما میتونیم برای شما کتاب انجیل رو بفرستیم از طریق ایمیل. من این کتاب رو برای شما از طریق فایل های PDF براتون ارسال خواهم کرد که اونها رو ضمیمه ایمیل میکنم و شما میتونید دونه دونه اونها رو در منزل مطالعه بکنید. و فرمودید که هیچ کدوم از اعضای خانواده‌تون هم ایمان ندارن. من برای این مسئله شما رو در لیست دعامون اضافه کردم، اسم شما رو، و امیدوارم که خداوند خودش قلب این عزیزان رو لمس بکنه. چون میدونین گاهی وقتا ما کارمون رو میکنیم، ما بشارتمون رو میدیم، ما میگیم به کسی اگر که نمیدونه یا اگر که میپرسه ما پاسخشون رو میدیم، ما کار خودمون رو میکنیم، اما این خداونده که ادامه میده و اجازه میده که قلب این شخص رو لمس میکنه تا اینکه این جان اون هم نجات پیدا بکنه. ولی گاهی وقتا ما نمیتونیم کاری بکنیم و من احساس میکنم که باید اجازه بدیم خداوند کار بکنه. دوست دیگری هست که میگه سلام خواهر نیکو، مشتاقم با برنامه تماس بگیرم اما خجالتی هستم و نمیتونم. میخوام کمک و راهنمایی کنید و از کشیش تحت خواهش کنیم با هم تماس بگیره. خداوند بهتون برکت بده. برادر عزیز مرسی که این SMS رو دادی. اگر نمیتونی تماس بگیری هیچ اشکالی نداره، ولی مرسی که حداقل این پیامک رو فرستادی. من حتما پیام شما رو به کشیش تحت خواهم داد. مطمئن نیستم که کشیش تحت بتونه خیلی سریعا با شما تماس بگیره، به خاطر اینکه خب زمان خارج از کشور با ایرانی مقدار زمانش متفاوت هستش و این فاصله زمانی فکر می‌کنم این مقدار مشکل ایجاد بکنه برای تماس، ولی من حتما پیام شما رو به این کشیش عزیز خواهم داد. دوست عزیز دیگری از اهواز میگه غزل به نام تو، قدم قدم فدای تو و نفس نفس برای تو، منم همیشه یاد تو. دوستتون دارم عزیزان. از اهواز، عاشق عیسی مسیح. بله مرسی از پیام زیبایی که برای ما فرستادین. خداوند به شما برکت بده. شما برادر عزیز همیشه SMS های خیلی قشنگی رو میفرستین. برادرمون فرزاد از همدان گفته هرگز منبع قدرتی را که همیشه در دسترس شماست فراموش نکنید، عشق، دعا و بخشش. بله واقعا 3 منبع قدرتی هستند که من الان دارم دورشون دایره میکشم. جالبه، خیلی مهمن. دعا یکی از مهمترین چیزهای توی زندگی من و شما. وقتی که گم هستیم توی زندگیمون، وقتی که احساس میکنیم که نمیدونیم باید چی کار بکنیم، مطمئن نیستیم که چه تصمیماتی رو باید بگیریم یا اینکه در تنهایی هستیم، افسرده هستیم، با دعا کردن میتونیم خودمون رو گاهی وقتا از تنهایی دور بکنیم، چون که خداوند رو حس میکنیم وجودش رو در زندگیمون. مسئله که من امروز میخواستم بهش اشاره بکنم موضوع خیلی جالبیه برای من، به خاطر اینکه هفته گذشته من به کسی قول دادم که در جای مخصوصی اون رو برم و ببینم. قرار بود برم به یک کافی شاپ و یکی از دوستام رو ببینم. خلاصه من باهاش قرار میذارم که 1 ساعت خاصی دقیقاً اونجا باشم و سعی کنم که مثلا دیرم یه وقت نکنم، چون که میان منتظر میمونن. و من سالهاست که توی این شهر دارم زندگی میکنم و تمام راه‌ها رو احساس میکنم که بلدم. اینطور نیستش که منطقه‌ای رو مثلا که میدونم دارم کجا میرم بلد نباشم. خلاصه من شروع میکنم به راه افتادن تا اینکه برم و برسم به مقصد. وقتی که دارم توی راه میرم رفتم قسمت پایین شهر که به هر حال مقدار خیابونای خیلی کوچیکی داره، باریکی داره، بعد خیابونا خیلی زیادن و مرکز شهر بهش میگن. در حقیقت مرکز شهر یه مقدار قدیمی تره، یه خورده خیابونا قدیمی ترن، باریک تره، همه ساختمونا شبیه همن و خیلی سخته که راهتو پیدا بکنی. بعد همه، به نظر من البته اینطوریه، همه خیابونا هم ورود ممنوعه یا اینکه یه طرف است و واقعا اعصابت خورد میشه اگر که راه رو بلد نباشی. من
به این فکر بودم که خب من میدونم که دارم کجا میرم و راهو پیدا میکنم. حالا اگرم خیلی مطمئن نیستم که دقیقاً چه راهی رو برم، وقتی به اون منطقه برسم حتما خب میدونم که دیگه کدوم راه انتخاب بکنم، میتونم حدس بزنم چجوری، یادم میاد وقتی توی موقعیت قرار بگیرم. من به این خیال راه افتادم، ولی وقتی که رسیدم توی منطقه باورتون نمیشه، شاید به بیش از 10 تا یه طرفه و ورود ممنوع رسیدم و اونقدر به بن‌بست رفتم و عقب جلو کردم و از خیابون اومدم بیرون و دوباره رفتم یه خیابون دیگه پیدا کنم، به چراغ قرمز برخوردم و دوباره ورود ممنوع، که 1 ساعت دیر داشت میشد. 45 دقیقه 1 ساعت گذشته و من هنوز نرسیده بودم و آخر دیگه کلافه شدم. ماشین رو پارک کردم، زنگ زدم و از کسی پرسیدم که دقیقاً بهم بگه از چه راهی برم. من میدونستم که میخوام کجا برم. اون جایی که میخواستم برم و بارها رفته بودم قبلا. من اون کافی شاپ و بارها به اون کافی شاپ رفته بودم. میدونستم دقیقاً کجاست. اما نمیدونستم از کدوم خیابون، از کدوم جهت باید برم که به این بن‌بست‌ها، که به این یه طرفه ها و به این خیابونای ورود ممنوع برخورد نکنم. میدونین اون شب من یاد چی افتادم؟ وقتی که بالاخره رسیدم، به این فکر افتادم که توی زندگی خودمون با اینکه میدونیم چی میخوایم، میدونیم میخوایم به کجا برسیم و میدونیم که مقصودمون چیه، گاهی وقتا مدام توی بن‌بستا گیر کردیم و مدام به این خیابون‌های ورود ممنوع برمیخوریم و کلافه میشیم و خیلی وقتا تسلیم میشیم و دیگه از حرکت باز میسیم چون نمیتونیم راهو پیدا کنیم. البته تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، خصوصا شما جوانای عزیز که خیلی بیشتر با تکنولوژی سر و کار دارین و خیلی خوشمون میاد هر چیز جدیدی که میاد، مثل موبایل جدید. وقتی موبایل جدید میاد همه در موردش صحبت میکنن. وقتی که یک کامپیوتر جدید میاد توی بازار، لپتاپ جدید میاد توی بازار، برنامه جدید میاد توی بازار، همه در موردش صحبت میکنن. تکنولوژی برای اینکه کسایی مثل من که نمیتونن راهشون توی خیابون توی شهر پیدا بکنن، یک در حقیقت اومده و یک اختراعی داره که باعث میشه که خیلی راحت‌تر شما بتونین راهو پیدا کنین. شما میدونین که میتونین از جی پی اس یا نویگیتور یا یک راهیاب، اگر به فارسی درست ترجمه کرده باشم، شما میتونید این رو توی ماشینت نصب بکنی، بهش برنامه بدی و این چون شهر رو بلده، نقشه شهر رو داره، وقتی که بهش بگی مقصدش کجاست بهت نشون میده که از کجا بری و حتی اگر شما حوصله نداری نگاه بکنی گاهی وقتا باهات حرفم میزنه. و من وقتی داشتم به همین موضوع فکر میکردم دیدم که مثل زندگی ما، من و شما وقتی گم میشیم و دیگه هیچ راهی نداریم، هیچ فکری به ذهنمون نمیرسه که چطوری به مقصد برسیم، چی کار میکنیم؟ به یکی زنگ میزنیم که بهمون راهو نشون بده، بهمون بگه که از کدوم سمت بپیچیم، کجا بریم، یا بعضی وقتا از نویگیتور استفاده میکنیم. ما هم توی زندگیمون وقتی که تسلیم میشیم باید به خدا پناه ببریم. خداوند و کلام اون مثل جی پی اس ما میمونه، مثل نقشه‌ای میمونه که به من و شما نشون میده کجا باید بریم. مقصدمون اینجاست و از این راه باید به اون برسیم. اینطوری گم نمیشیم، به یه طرفه ها بر نمیخوریم، پشت ترافیک نمیمونیم، توی بن‌بستا گیر نمیکنیم و خسته و کلافه هم نمیشیم و وقتمونم تلف نمیشه، بعد قولم نمیشیم به بعضیا. من خیلی به این موضوع فکر کردم و امیدوارم که شما هم هر وقت که یه همچین موقعیتایی توی زندگیتون پیش میاد ساده از کنارشون نگذاریم. خیلی خوبه گاهی وقتا به این اتفاقاتی که میفته بیشتر از مثلا 1-2 دقیقه فکر بکنیم و واقعا میبینیم که خیلی از اتفاقات روزمره هستن که میشه خیلی راحت ربطش داد به خیلی از مسائل عمیق زندگیمون. و من به این نتیجه رسیدم که واقعا اگر یه خورده حواسمون رو جمع بکنیم، کلام خدا رو واقعا بهش اهمیت بدیم و اون رو مطالعه بکنیم و واقعا در دعاهامون مصمم دعا بکنیم و از خداوند خواست و اراده‌اش رو بطلبیم، اینقدر تصمیمات اشتباه، این همه انتخابات اشتباه نخواهیم داشت. این همه توی زندگیمون مشکل نخواهیم داشت. خیلی از مشکلات زندگی من و شما به خاطر انتخابات بدیه که داشتیم. خیلی از عذابی که توی زندگیمون میکشیم به خاطر انتخابات و تصمیمات غلطمونه. به خاطر اینکه وقتی داشتمون تصمیمات مهم رو میگرفتیم حواسمون رو جمع نکردیم، به اندازه کافی فکر نکردیم،
به نصیحت‌های دیگران گوش ندادیم، خوب به نتیجه کارمون فکر نکردیم و خیلی خوبه که از این GPS که هیچ وقت باتریش تموم نمیشه، هیچ وقت هنگ نمیکنه، هیچ وقت براش مشکلی پیش نمیاد استفاده بکنیم و باشه که توی زندگیمون نه وقتمون تلف بشه، نه خسته بشیم، هم به مقصد برسیم. من دوست دارم به SMS های دیگر شما دوستان عزیزم اشاره بکنم، اما قبل از هر چیز دوست دارم بگم که شما از همین الان، چون برنامه ما پخش زنده هست، میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه میتونید برای ما SMS بفرستید. من شماره SMS رو اینجا دارم که اگر شما دوستان عزیز در بین برنامه برای ما SMS ارسال بکنید، اگر سوالی دارید، نظری دارید و یا درخواست دعایی دارید، من رو دریافت خواهم کرد و حتما به اون اشاره خواهم کرد یا اینکه بعداً به شما پاسخ میدم. و جا داره که به شما مژده بدم امروز مهمان داریم در برنامه‌مون. البته شما قاصدکی‌ها که از طریق ایمیل و SMS با من در تماس هستین، از دیروز میدونید که ما امروز مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که در این 1 ساعت با ما باشه و من مطمئنم که همتون وقتی که مهمانمون بیاد کلی خوشحال بشین. خصوصا شما دوستان عزیز که از موسیقی و تکنولوژی خیلی خوشتون میاد و خیلی بهش توجه میکنین و استفاده میکنین. این مهمان عزیز ما خیلی هم به موسیقی علاقه داره و هم به تکنولوژی. من دوست دارم به SMS دیگری اشاره بکنم که میگه با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما هموطنان ایرانی و مسیحی. من ابراهیم هستم، 30 سالمه، برنامه شما رو خیلی دوست دارم و بابت برنامه‌های خوبتون به همه شما دستاندرکاران برنامه‌های شبکه 107 پارس تبریک میگم و از حضور شما عزیزان طلب دعای خیر و شفا برای بیماری دارم که یه بیماری وحشتناکیه که من دچار اون شدم و شما میخوام که برای من دعا کنین که شفا پیدا کنم. خداوند متعال یار و یاورتان باشد. التماس دعا اگر که انتهای اون رو اشتباه نخونده باشم. بله برادر عزیز، چشم، ما برای شما دعا خواهیم کرد. مرسی از پیام شما. من اسم شما رو لحظه‌ای که SMS رو دریافت کردم در لیست دعا نوشتم. چشم، حتما برای شما در طول هفته شخصا دعا خواهم کرد. دوست عزیز دیگری میگه سلام، به خاطر برنامه‌های خیلی خیلی خوب و روحانیتون تشکر میکنم. زندگی منو دگرگون کرد. امیدوارم که برای من دعا بکنید و منو فراموش نکنید. دوستتون دارم. از اهواز. مرسی از پیام شما دوست عزیز. مرسی از اینکه برنامه‌های ما رو میبینید. دوست عزیز دیگری میگه سلام خواهر عزیزم، از برنامه قاصدک لذت میبرم. قبل از هر چیز باید بگم که خیلی از برنامه آموزنده‌تون ممنونم. درخواست دعایی دارم برای یک زندانی که شب و روز ناراحتش هستیم و میترسیم که اعدام بشه. خواهش میکنم از ته دل براش دعا کنید و خواهش میکنم که به عزیزانی که میتونن دعا کنن بگید تا اینکه برای این برادر دعا بکنن. شب شما بخیر. مرسی از پیام شما. من حتما برای این دوست عزیز دعا خواهم کرد. امیدوارم که خداوند طبق خواست و اراده خودش در زندگی اون کار بکنه. دوست عزیز دیگری میگه سلام، لطفا برای کار پدرم دعا کنید که به نام مسیح کار و درآمدش پربرکت بشه. چشم، برای پدر شما هم دعا میکنیم. مرسی از پیامی که دادی دوست عزیزم. عزیز دیگری محمد از ماشهر میگه که سلام خواهر نیکو، درخواست دعا دارم برای همسرم و دخترم که باشه که خداوند اونها رو لمس بکنه و اونها هم به عیسی مسیح ایمان بیارن. تماسی داریم دوستان عزیز. سلام میکنیم. الو سلام. الو سلام. سلام، از کجا بله از کجا با ما تماس میگیرید؟ من امین هستم، از اهواز تماس میگیرم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون صحبت بکنم. راجع به بن‌بست‌ها چجور زندگی ما رو نجات میدیم؟ ما چطور میتونیم از بن‌بست‌ها نجات پیدا کنیم؟ در از بن‌بست‌ها رو میشه گفت ما خودمون دعوت میکنیم به زندگیمون و محدودیت‌های ذهنی ما هستن. همونجور که میشه گفت در از ایمان ضعیف ما نسبت به خداوندمون عیسی مسیحه. درسته. خیلی جالب اونجا که عیسی مسیح میگه به یاران خودش، میگه کم ایمانان از چه ترسانید؟ ایمان شما کجا رفته؟ اینا همه برمیگرده به این که ما درس جالبی میتونیم بگیریم از این مطلب که خیلی مسائل مثل مرگ یا مسائلی مثل مسائل مالی، مسائل خانوادگی، اینا همه نشونه از ایمان ضعیف ماست که ما باعث احساس تنهایی ما میشه. حالا اینکه چطور میتونیم نجات پیدا کنیم خیلی جالبه.
خداوندمون میگه خداوند خودش راه عیسی مسیح رو به ما نشون داد. همونطور که میگه تمام درخواستاتون رو با دعا مطرح کنید. جالب اینجاست یه بزرگ دیگه میگه که در پس هر شب تاریک روشنایی روز پدیدار است. اینو ما هر روز داریم میبینیم و این نشونه جلال خداونده که به ما میفهمونه که ما میتونیم داخل همه لحاظ ایمانمون رو حفظ بکنیم، چون ما نشانه هاشو میبینیم و اینکه باور داشته باشیم خداوند شبان ماست و ما به چیزی احتیاج نداریم. در اصل بن‌بست‌ها رو ما خودمون میسازیم. بله. من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من تشکر میکنم از تماس شما برادر عزیز. مرسی، ممنون، شب شما بخیر. بله، من یک بار دیگه تشکر میکنم از امین جان و صحبت‌های زیبای شما. من جدا استفاده کردم. خدا بهت برکت بده برادر عزیز. مرسی که برنامه امشب رو میبینی و مرسی از اینکه تماس گرفتی و اجازه دادی که برنامه ما و دیگر بیننده ها از صحبت‌های قشنگ شما استفاده بکنن. دوستان، میدونم که همتون میخواین مهمان امشب ما رو زودتر ببینید و من قبل از اینکه بیشتر صحبت بکنم و وقت برنامه رو به پایان بره و بعد بگم دیگه وقت نداریم، دوست دارم وقت بیشتر رو بذارم اختصاص بدم به مهمان عزیزمون. میریم با هم دیگه یک موزیک ویدیوی کوتاه میبینیم، برمیگردیم با مهمان برنامه امشب قاصدک خواهیم بود. جایی نرید. شایسته‌ای سزاواره پرستش ها سویت آیم حمدت گویم دوستت دارم تا به ابد برسانم تا بله، با شما هستیم دوستان عزیز و میهمان عزیز برنامه امشب ما سامی. سامی جان، مرسی که با ما هستی. اگه دوست داری تو هم سلام بکنی به بیننده های عزیز.
منم سلام میکنم خدمت شما نیکو جان و تمامی دست‌اندرکاران برنامه قاصدک و دوست دارم از همینجا خدمت بینندگان خوب این برنامه بسیار عالی که خودم یکی از طرفداراش هستم سلام عرض کنم و خیلی خوشحالم که امشب این افتخار رو دارم تا در خدمت شما و دوستان باشم. خیلی ممنون، مرسی. ما خوشحال هستیم که اینجا هستی، راه دوری رو اومدی امشب و مرسی که اومدی تا اینکه میهمان برنامه قاصدک باشی. سامی، من و تو خیلی با هم قبل از برنامه صحبت کردیم و در خصوص با اینکه می‌خوایم در مورد چی صحبت بکنیم و یه خورده در مورد موضوع برنامه امشب هم صحبت کردیم، ولی من دلم میخواد حالا که این فرصت رو دارم و اینجا هستی و میدونم که برنامه‌هایی که در شبکه 107 پارساشی طرفدار داشته و خیلی میشناسنت، ولی خیلی هم هستن که شاید برنامه تو تازه شروع کردن نگاه میکنن و بخوان یه مقدار در مورد تو بیشتر بدونن. اگه دوست داشته باشی بگی در ساخت کدوم برنامه‌ها توی شبکه همکاری داشتی، خیلی خوشحال میشیم. درسته. برنامه‌های خیلی زیادی بوده که به نحوی جزو تیم تدارکات و یا پشت صحنه بودیم، ولی برنامه‌ای که خودم به صورت مستقیم درش داخل بودم و شرکت داشتم، اولین برنامه‌ای که در واقع با دوستان شروع کردیم برنامه کریستیان میوزیک شو یا برنامه موسیقی مسیحی بود که اگر اشتباه نکنم اولین بار حدود 6 سال پیش بود که من به تنهایی این برنامه رو شروع کردم و خیلی اتفاقی بود شروع این برنامه، ولی یواش یواش برنامه خیلی جالبتر شد، بهتر شد، ایده‌های بهتری اومد و جا افتاد برنامه و کم کم کارم رو شروع کردم. این در واقع کار اون برنامه رو با هومن عزیز که دوتایی برنامه موزیک شو رو با هم اجرا می‌کردیم تا همین پارسال که خیلی برنامه فانی بود، خیلی لذت می‌بردیم هم از خود برنامه هم از این که میتونیم از طریق این موزیک ویدیو و موسیقی‌ها به هر حال برای عزیزانی که دسترسی ندارن به صورت‌های پرستشی بتونیم یه خدمت کوچیکی انجام داده باشیم و اینکه به هر حال کسی نیست که موسیقی دوست نداشته باشه و موسیقی در واقع خیلی میگن music is my life، یعنی موزیک زندگیمونه و خیلی برنامه خوبی بود تا اینکه تقریبا فکر کنم 1 سالی هست که تولید این برنامه استاپ خورده، ولی این به این معنی نیست که ادامه نخواهیم داد این برنامه رو و امیدواریم که به زودی این برنامه دوباره شروع بشه. امیدوار داریم می‌کنیم طرفدار برنامه. من هیچ قولی نمیدم از کی، ولی میگم که این در فکر ما هستش، ولی دلیل اینکه یه مقدار تأخیر داریم اینه که می‌خوایم این سری کاملا با یه برنامه متفاوتی شروع کنیم، یعنی میخوایم یه جورایی حالت سورپرایز باشه، میخوایم مثلا یه شروع متفاوت، یه استایل متفاوت باشه برنامه، برای همین یه ذره داریم فکر می‌کنیم، حتی در حال حاضر که فکر نمی‌کنیم چون سرمون شلوغه، ولی وقت بشه فکر می‌کنیم تا برنامه رو ببینیم که چطوری میتونیم که محتوای بهتر و کیفیتی بهتری داشته باشه. در برنامه آخری هم که من در واقع مجری اون برنامه بودم، برنامه مک ورلد یا دنیای مکینتاش بود که در واقع آموزش پایه‌ای و در واقع بیسیک سیستم عامل‌های شرکت اپل یعنی مکینتاش اپریتینگ سیستم بودش که در حال حاضر فکر کنم پخش میشه اگه اشتباه نکنم. بله پخش میشه، ما تماشا میکنیم. من یکی از کسایی هستم که اصلا بلد نیستم درست با کامپیوتر کار بکنم و شما خیلی به من کمک واقعا من باورم نمیشه. باور کنید من پسوردامو یادم میره می‌نویسم یه جا دیگه اصلا نمیتونم، حتی پسوردمو نمیتونم رینیو بکنم هر 14 روز. اوکی. و الان که داشتم به این توجه میکردم که خب الان مک اومده بعد بریم حالا مک بخریم، بعد من داشتم به این فکر می‌کردم چقدر سخته و من برادرم یکی از طرفدارای مک و همچنین برنامه شماست، چون که میگه خب خیلی خوبه که دارن اینطوری کمک میکنن به اونایی که میخوان با تکنولوژی جدید آشنا بشن. درسته. و خیلی برنامه رو دوست داره و من واقعا باید به تبریک بگم، چون حتی برای من که هیچی بلد نیستم اینقدر ساده و قشنگ من فکر می‌کنم نیکو شکست نفسی می‌کنی، دوستان فکر نمی‌کنم اینجوری هم باشه، ولی آره برنامه در واقع دنیای مکینتاش هم برنامه بود که حتی الان یه استاپ خیلی کوتاهی خورده به علت مشکلات تکنیکی نه به دلیل خاص دیگه‌ای که فکر می‌کنم بعد از 12 تا اپیزود قسمتی که رکورد شده ضبط شده ما تا حداقل 26 قسمت این برنامه رو یعنی سری اول رو تکمیل کنیم و به امید خدا بعداً به قسمت پیشرفته تر توضیحات ادوانس تر اپریتینگ سیستم یا سیستم عامل مکینتاش میرسیم و در واقع هدف ما همونطور که گفتی اینه که خیلی از عزیزان به هر دلیلی نمیتونن یا دسترسی ندارن که با سیستم عامل‌های شرکت اپل یعنی مکینتاش با سیستم عامل‌های مکینتاش آشنایی داشته باشن و ما گفتیم که چه خوبه که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و یه کار خیلی کوچیکی، یه برنامه آموزشی خیلی کوچیکی برای دوستان داشته باشیم تا با دنیای مکینتاش آشنا بشن و مخصوصا الان که در واقع آیپد، آیپد، آیفون اومده و تو ایران هم من میدونم که
خیلی ها دارن و به داره. خاطر همین الان شناخته تر شده اپل و در واقع محصولات این شرکت. برای همین فکر می‌کنم که لازم باشه دوستان آشنایی داشته باشن با نحوه کار سیستم عامل‌های در واقع تولیدات شرکت اپل. من معلومه که خودت هم خیلی طرفدار این مسائل هستی، این همه این مپ و همه این کامپیوتر و اینا هستی. درسته. در واقع نیکو جان الان دنیای امروز طوری شده که تکنولوژی و کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت آمیخته شده، یعنی جدا از زندگی نیست، یعنی انقدر به قول معروف گره خورده به زندگی ما که اصلا نمیتونیم جدا باشیم. یعنی حالا ممکنه شما بگید خب مثلا خیلی هم هستن که کار نمیکنن، ولی اکثریت مردم، اکثریت مخصوصا نسل جوان به نحوی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با تکنولوژی سر و کار دارن و این خیلی مهمه که تکنولوژی رو بدونن، در واقع آپ تو دیت باشن، به روز باشه اطلاعاتشون، نه فقط به خاطر فان یا اطلاعات شخصی، به خاطر اینکه خیلی از شغل‌ها، خیلی از مسائل کاری الان بستگی داره به اون نالج و در واقع اطلاعات شما از تکنولوژی امروز. و واقعیت اینه که با ایمیل خیلی راحت تر میشه کار کرد تا با تماس تلفنی. برای همین نمیشه میگن اینستنت مسیج، یعنی در واقع همون لحظه که مسیج رو میدین همون موقع دریافت میکنید و خیلی راحت تر میتونید تمام اطلاعات رو بزنید و خیلی ارزونه، شما پول نمیدید. دقیقاً. زیاد خیلی پول میتونید هر چقدر میخوای بنویسی. بعد کسی خیلی پر حرف میکنه. خیلی دوست دارم درباره اینترنت همین هستش که میتونم سرچ کنم، یعنی جستجو کنم اطلاعاتی که شاید مثلا 20 سال پیش شما می‌خواستین تا این حد اطلاعات رو به دست بیارین، شاید مجبور بودین 20 تا کتاب برین بخرین، ولی الان همونا رو میتونین توی یه ساعت توی اینترنت. آره ولی خب آقای کارگردان تاکید کردن که اینترنت باعث کتاب خوندن نمیشه. دقیقاً منم نمیخوام همچین حرفی بزنم، همچین حرفی هم نگفتم. کتاب بخرید، کتاب بخونید. نه کتاب همیشه جای خودش داره، میگن هر گلی یه بوی داره، حالا هر تکنولوژی هم یه بوی خودشو داره. دقیقاً. من احساس میکنم این کلا کتاب خوندن هیچ وقت فکر نمی‌کنم بره کنار. حتی اگر شما این آیپداتون رو ورق هم بکنید و کتابا رو بخونید، من فکر می‌کنم مثل کتاب خوندن و یک کتاب رو توی دستات گرفتن باشه. من بعضی رو دیدم که کتاب جدید که می‌خرن، این بوی کتاب ورق که می‌زنید لذت بخشه براشون. یا اینکه کتاب‌های خیلی کهنه رو که میرن از کتابخونه‌ها قرض می‌گیرن، لذت می‌برن از اینکه این برگه‌ها اینقدر مثلا کهنه و قدیمیه. درسته. من خودم کتاب حتی خیلی راستش بگم کتابخون نیستم، به علت اینکه بیشتر وقت تو پای مک نشست. نه به خاطر اینکه بیشتر در واقع از طریق آنلاین اطلاعاتی که میخوام به دست بیارم، ولی خب خیلی از موقع هم هست که این کار نمیشه کرد. یعنی شما میخواین کتابی بخونین، به قول معروف شاید اون کتابو نتونید تو اینترنت پیدا کنید یا باید بخرید. خب مثلا شاید تو اینترنت یه ذره گرونتر باشه، سخت‌تر باشه. خب کتابش هست به دلایل مختلف. حالا خیلی موقع هستش که کتاب در واقع بهتر هستش از اینترنت، چون به قول معروف تمام اطلاعات همش هستش، ولی تو اینترنت ممکنه یه سری اطلاعاتش باشه، یه سری جاش نباشه. ولی میگم من کتاب من در واقع اینترنت من هستش تا حدودی. من فکر می‌کنم خیلی‌ها با شما نقطه مشترکشون همین باشه. بله نسل جوان فکر می‌کنم دقیقاً همینطوری باشه. ولی اونم آقای کارگردان از دست من دلخور نشد. بله ایشون خیلی کتاب خوندن رو دوست داره و واقعیت اینه که هر وقت که ما در خصوص با این موضوع صحبت می‌کنیم همیشه کتاب ایشون میگه که کتاب بخونید و واقعیت اینه که خودش هم خیلی کتاب می‌خونه. بله. ما به آقای کارگردان ببخشید این کلمات میگیم که دایره المعارف گردان، یعنی کسی که راه میره و دایره المعارف هستش. ما همیشه شوخی می‌کنیم به علت این کتاب خیلی سیار ببخشید درسته سیار. من خودم خیلی کلمه ها رو ازشون یاد گرفتم و پشت سرش که صحبت نمی‌کنم چون داره میشنم. دارم میشنم صحبت من. بله. واقعیت اینه که کتاب خوندن میگه ادامه بدین الان چون که داریم در موردش خوب میگیم، ولی واقعیت اینه که وقتی کتاب میخونی شما اصلا کلا دیکتت خیلی خوب میشه. توی اینترنت زود خسته میشی و میخوای سفر رو ببندی و برید و انقدر دیسترکت میشی، انقدر شما حواست پرت میشه با این تبلیغای حاشیه‌ای که اصلا نمیتونی. خب اینترنت خیلی از نکته‌های مثبتی که داره، یه سری از نکته‌های منفی هم هست که توی اینترنت هست. حالا به قول معروف استفاده نادرست از اینترنت، حالا به هر نحوی، مثلا حالا یه موقع است یکی یه استعداد خیلی خوبی داره، میتونه یک پروگرامر خیلی خوب باشه، یا آخرش مثلا یه هکر شد که مثلا پلیس دنبالشه. ببین چی میگم، یه سری از این مسائل هم هست. ولی به هر حال از بحث خارج نشیم. میگم آخرین برنامه‌ای هم که من در حال حاضر یعنی به صورت مستقیم تو شرکت داشتم، برنامه دنیای مکینتاش بوده که میگم یه استوب کوچیکی خورده، یه وقفه خیلی کوتاهی هستش، ولی به زودی قراره که
نصف دیگه سری اول رو رکورد کنیم و برای دوستان پخش کنیم. بسیار عالی. بله مرسی به هر حال به خاطر برنامه‌های قشنگی که تهیه می‌کنی، زحمت می‌کشی. من خودم برنامه کوشن میوزیک شو خیلی دوست داشتم. امیدوارم که دوباره با هومن جان شروع بکنید و من احساس می‌کنم که این دوستی که بین شما بود، این شوخ طبعی شما، این اذیت کردنایی که شما داشتید همدیگر اذیت می‌کردین، این خیلی جالب بود. صدای دهل از رو خوش شما اگه توی این برنامه بودین، یعنی ما فکر می‌کنم می‌تونستیم یک سریال 500 قسمتی از پشت صحنه‌ها درست کنیم، ولی واقعا برنامه جالبی بود. من خودم خیلی برنامه رو دوست داشتم و حالا میگم به امید خدا در فکر این هستیم که دوباره شروع کنیم. بله به هر حال امیدوارم که فکراتون روی هم بریزید و یک برنامه جدیدی رو داشته باشیم برای طرفداران کوشن میوزیک شو. سوال بعدی من اینه که اگر گوش داده باشی به قسمت برنامه قاصدک، به قسمت اول برنامه قاصدک، من در خصوص با بومبستا صحبت کردم. قسمت اول برنامه امروز درسته. و در خصوص با اینکه توی زندگی گاهی وقتا گم میشیم، به بومبستا میخوریم و اینکه از جی پی اس باید استفاده کنیم که راهمون رو توی شهر پیدا کنیم، همونطور هم از کلام خدا توی زندگیمون استفاده میکنیم خیلی وقتا تا اینکه راه رو پیدا بکنیم. البته من خیلی نمیخوام یک موضوع ساده زندگی رو ربط بدم به مسائل روحانی و یا الهی. از این دیدگاه در موردش میخواین صحبت بکنیم. درسته. البته کارگردان عزیز میگه که گاهی وقتی شما به بنبست میرسی میتونی دنده عقب بری و برگردیش، اشکالی نداره. البته اگه راننده خوبی هستین. واقعیت اینه که توی زندگی دنده عقب رفتن خیلی ساده نیست. دقیقاً سخت‌تره همیشه. سخت‌تره. چه رانندگی هم همینطوره. رانندگی که افتضاح. و اگر که شما بیای و یه کاری رو غلط انجام بدی یا یه انتخاب بدی داشته باشی، بعداً خیلی باید به خاطرش سختی بکشی و اگه بخوای درستش بکنی خیلی بیشتر باید بدبختی بکشی تا اینکه درست بشه. دقیقاً. آیا تو خودت به یک بنبست خوردی توی زندگیت؟ 100%. فکر نمی‌کنم که کسی باشه که تو زندگیش، حالا نمیگم بنبست خیلی بزرگ، ولی با مشکلات و چالش‌ها روبرو نبوده، مخصوصا اگه خب به هر حال سنی از اون شخص گذشته باشه. حتما نمیگم من پیر هستم، من خیلی جوونم، ولی کلا بله بارها شده که با مسائل ریز، مشکلات کوچیک که همیشه هست توی زندگی، ولی خب مشکلات بزرگی هم بوده و 100% من هم از این قاعده مستثنا نیستم و من هم مشکلات بسیار بزرگی بوده که باهاشون دست و پنجه نرم کردم و در واقع اون مشکلات رو از پیش رو برداشتم، ولی خب نه با قدرت خودم. حتی در موردش میخوای توضیح بدم یا اینکه دوست دارم توضیح بدی اگر که دوست داشته باشی. ببینید یکی از قبل از اینکه من بخوام ایمان بیارم، یعنی خیلی از افراد هستن کسانی که ایماندار نیستن، همیشه میگن مثلا دو حالت داره، یا اینکه سریع مایوس میشن، سریع ناامید میشن و میگن خب زمان میگذره، حالا یه اتفاقی میفته، یعنی سعی نمیکنن، مبارزه نمیکنن برای پیروزی و غلبه بر اون مشکل. و یه عده هم هستن که سعی میکنن و همیشه جمله‌ای که میگن، من در این مورد با یکی از دوستام صحبت کرده بودم که یه مشکلی، حتی این موضوع خیلی وقت پیشه، یه مشکلی براش پیش اومد، مشکل خیلی بزرگم بود و به من میگفتش که نه من امید دارم، امیدوارم که این موضوع درست میشه. گفتم خب این خیلی خوبه که تو امید داری، ولی امید به چی داری؟ منظور در این که امید دارم چیه؟ خب این یه کلمه‌ای که خب خیلی حالت تیپیکال هستش استفاده میشه، ولی از اینکه امید داری، امیدت به چی هستش؟ میگفت امید به چیزی لازمی داشته باشه، من امید دارم. گفتم خب من میدونم امید به چی داره. امید به نمیدونم موبایلت داری، امید به صندلی توی خونه داری، به چی امید داری؟ یعنی امیدت به چی هستش؟ یعنی چه چیزی میتونه که باعث بشه که تو فکر کنی که میتونی پیروز بشی؟ اون قدرت و انرژی و اون کمک و اون راهنمایی رو به تو میکنه. و خیلی ها مثلا همینن، امید دارن ولی نمیدونن به چی امید دارن. دقیقاً همون مثالی که شما زدی. در واقع خیلی اصلا میدونن کجا میخوان برن ولی مسیر رو نمیدونن. درسته. خیلی هم مثلا امید دارن ولی نمیدونن امیدشون چیه. یا من میخواستم، واقعیت اینه که من میخواستم به خودم تکیه کرده بودم، فقط به حافظه ناقص خودم. خب اگر اینجوری اگر ببینید ما به خودمون تکیه بخوایم بکنیم توی یه مشکلی که هستیم، مثلا بگیم خب من به خودم تکیه میکنم، اگر قرار بود که خودتون اونقدر خوب باشین که اون مشکل براتون پیش نیاد که دقیقاً اون مشکل پیش نمیومد anyway. یعنی به هر حال نمیذاشتم یه همچین مشکلی، نمیذاشتین یه همچین مشکلی پیش بیاد. بنابراین اینو همه دوستان میدونن، انسان خیلی از نقطه ضعف ها داره و در واقع محدود هستش از لحاظ فکری و ذهنی در خیلی از موارد، وقتی مخصوصا فشارها زیاد میشه. برای همینه که احتیاج هست به یک قدرت بالاتر از در واقع اراده و تفکر و قدرت خودمون. من خیلی موافقم با سامی، به خاطر اینکه بعضی یه عبارتی رو یاد میگیرن و بعد اون نمیدونن معنیش چیه، تفسیرش هم نمیدونن، همینجوری توی زندگیشون فقط استفاده میکنن. مثلا بهشون میگی که خب حالا چی میشه، میگه
امیدوارم که آره درست بشه. درست میشه. یا اینکه بعضیا وقتی این خیلی خوبه که امید داشته باشیم، ولی خب امید به چی؟ بدونیم به چی. دقیقاً صحبت برام همینه. میگم منم تنها یعنی وقتی که ایمان آوردم، مخصوصا بعد از که یه مقدار از ایمانم گذشت و بیشتر آشنا شدم، به قول خودم پخته تر شدم، وقتی مشکلی برام پیش میاد خب انکار نمی‌کنم ناراحتی و استرس به صورت ناخودآگاه چه بخوایم چه نخوایم سراغمون میاد، ولی هیچ موقع مایوس نمیشم، ناامید نمیشم و هیچ موقع به قول معروف از دید منفی و شکست به اون چالش نگاه نمی کنم. چون همیشه اینطور بوده و مطمئنم اینطور هست که همیشه خداوند یک دری رو باز میکنه، یک راهی رو من نشون میده و همیشه اون آرامشی که خداوند همیشه وعده‌اش رو داده بود با من هستش. یعنی هیچ موقع نگران فردا نیستم، چون میدونم که فردای من در دستان خداونده. برای همین همیشه مثلا خیلی از دوستانم میگن تو خیلی مثبتی، یعنی اصلا مثلا نگران اون به قول معروف منفی نیستی. گفتم برای چی باشم؟ برای اینکه میدونم که در واقع زندگی من و در واقع راهی رو که میرم راه امنیه، چون که در واقع اون GPS که من دارم، همون صحبتی که تو کردی در قسمت اول نیکو جان، میدونم که نه باتریش تمام میشه نه خراب میشه. درسته، واقعیت همینه. و بعضی وقت قبل از اینکه تصمیم بگیرن، چون که میخوان از سر خودشون باز بکنن یا براشون خیلی استرس داره یا اینکه خیلی تحت فشار هستن، میگن هر چه باد آباد، بذار بریم، هر چی که شد. آیا تا به حال اتفاق افتاده که توی زندگی خودت یک مسئله‌ای باشه که واقعا باید بهش فکر بکنی تا اینکه این تصمیم رو بگیری و یه چالش بزرگی توی زندگیت، خیلی هم هستن که باهات مخالفن و تو بخوای به الکی مثلا تصمیم بگیری که فقط از سر خودت باز بکنی چون اینکه خسته شدی از اینکه بهش فکر بکنی، یا اینکه نه میشینی فکر میکنی و برای چی کار میکنی در یه موقعیتی که خیلی تحت فشاری؟ شاید نمیدونم، تا اونجایی که من یادم میاد، تا اونجایی که حافظه من قد میده، فکر نمی‌کنم تا حالا پیش اومده باشه. یعنی تا اونجایی که من یادم میاد، حداقل توی این 7-8 سال اخیر مشکلی بوده که بهش فکر نکردم. حالا این به این معنی نیست که تصمیمی گرفتم کاملا درست بوده، ولی خب 100% وقتی که یک چالشی، حالا نه یک چالشی، تصمیم مهمی که تو زندگی هست، همیشه آدم باید فکر کنه در مورد اینکه به قول معروف نتیجهش چی میشه، اگر که این راهو برم ممکنه چه اتفاقی بیفته و در واقع در غیر این صورت ممکنه که همونطور که تو اشاره کردی بعدش اون پشیمونیش خیلی بدتر از این باشه که اون تصمیم رو گرفته باشیم. ولی نه، من معمولا وقتی میخوام یه تصمیم بگیرم، اگر تصمیم مهمی هم که باشه، خیلی فکر میکنم، در موردش هم دعا میکنم و مشورت هم همیشه میکنم، چون همیشه میگن که چند تا فکر بیشتر از یک فکر در واقع کارایی داره و به قول معروف همه اینا رو در کنار هم میذارم و دعا میکنم که خداوند راه درست رو بهم نشون بده و تصمیم درست رو بگیرم. درسته، من کاملا باهات موافقم. حرفای خیلی قشنگی زدی سامی، گفتی که همه درا رو خدا نمیبنده و جمله خیلی همیشه در باز میذاره. دقیقاً. و جمله دیگه این هست که میگه حتی اگه همه درا بسته شد، پنجره حتما بازه. باید بپری پایین. اگر که بتونی بپری پایین و خیلی با جرأت باشی. سوال دیگه ای من از تو خیلی سوال دارم. من خیلی سوال دارم. می‌خواستم البته خستت نمی‌کنم، اگه شما هم سوال داری میتونی بپرسی. چون به من وعده 40 کباب بعد از برنامه دادی میتونی سوال کنی. در غیر این صورت نمیدونم. شوخی می‌کنم. نه دعوتی 40 کباب هیچ مسئله نیست. اگه بلدی خود آشپزی کنی. من در آشپزی افتضاح هستم. باید تو برنامه کوکینگ شو مثلا که شرکت کنم. ولی که دیگه از برنامه‌های خیلی قشنگ که من باید تماشا بکنم. اصلا قشنگ نیست. چون من هر دفعه میبینم دلم آب میفته، اعصابم خورد میشه. اصلا برنامه خوبی نیست، جدی دارم میگم. من مهمان برنامه بودم و همش به فکر می‌کردم که در این غذا رو بخوریم. آره دقیقاً، من هر دفعه میبینم اعصابم خورد میشه، میگم کالا عوض کن، من گشتم چی بعدم نیستم غیر از تخم مرغ چیز دیگه درست کنم. اوکی کب مایتابه هم بلدم، ولی انیوی من فکر میکنم که اکثر اونایی که تنها زندگی میکنن یا اینکه یه مدتی از خانواده دور هستن، فقط غذاهای ساده رو بلدن، غذایی که در 5 دقیقه آماده میشه. چون وقتی که خسته‌ای، وقتی که کار میکنی، درس میخونی، حوصله نداری که کلی صبر بکنی. سوال دیگه من که گفتی خیلی سوال میپرسی، ولی سوال دیگه من اینه که معمولا خب خیلی کار میکنی در طول هفته، میدونم که خیلی در تکاپو هستی، میری میای، کارهای خیلی زیادی در شبکه انجام میدی. به ما بگو که در شبکه چه کاری رو انجام میدی؟ در شبکه سن 7 پارس. به قول دوستان میگن ما همه کاره هیچ کاره ایم، قضیه ما هم همونه. حالا جدای از شوخی، من در حال حاضر مسئولیتی که در شبکه دارم در واقع مسئول تدوین و به فارسی دارم فکر میکنم چی میشه، موشن دیزاین، یعنی طراحی
طراحی کارهای گرافیکی و در واقع پروموشن ها و تبلیغاتی که توی شبکه هستش و کلا مسئول قسمت تدوین و ادیت شبکه هستم. پس اکثر این اسلایدهای قشنگی که می‌بینیم، این بریک های قشنگی که می‌بینیم و همه این دیزاین‌های قشنگ برای کریسمس و یا برای اینکه شما تلفن‌ها رو می‌نویسید و برای تماسی که دوستان عزیز یادداشت بکنن شماره ها رو، همینا پس کار خودته. خود مجرم هستم. درسته. بله خیلی عالی. آفرین به کار قشنگی که انجام میدی. سوال من اینه که این ایده ها تو از کجا میاری؟ خیلی از ایده ها رو چون من توی چند تا کامیونیتی هستم که در واقع خیلی از همکارای من در تمام دنیا هستن که اونجا هستن، با هم در واقع ایده های خودمون رو شیر میکنیم، یعنی تقسیم میکنیم. یعنی از مثلا ممکنه یه کاری انجام بدم، من یه ایده بگیرم درش مثلا تغییر بدم. خیلی موقع است که در واقع کانسپت و محتواش اوریجینال آیدیش از خودمون هستش و خیلی از موقع هم هستش که به خاطر اینکه میدونید که شبکه تلویزیونی در واقع 24 ساعته، در واقع به قول دوستان مثال میزنم مثل یک نهنگ گشنه میمونه که همش باید به این برنامه تغذیه بده، تغذیهش کنی با برنامه و هیچ موقع سیر نمیشه تلویزیون. یعنی شما 24 ساعته باید هی برنامه توش بذارین برای پخش و خیلی از موقع هم هستش که ما به علت اینکه وقت نمی‌کنیم برای طراحی، خیلی موقع هستش که بعضی موقع پکیج‌های آماده میگیریم که در واقع ما در واقع آبجکت های توش هستش که ما اونا رو مودیفای میکنیم، یعنی تغییرشون میدیم، مثلا رنگشو یا حالا هر چیشو و از اونها استفاده میکنیم. خیلی موقع هستش که خودمون ایده داریم، خودمون یه چیزی از به قول معروف اسکرچ، از صفر شروع میکنیم، درست میکنیم. یه جورایی کار در واقع گرافیک، کار انیمیشن، حالا 2D 3D یه جورایی مثل یک اقیانوس بیکران میمونه که هر چقدر توش برین بازم چیزهای جدید هست و ایده های جدید هست و کارهای جدید توش میشه انجام داد. پس خیلی کارتو دوست داری؟ عاشق کارم هستم در یک کلمه. دقیقاً. و من فکر می‌کنم یکی از جوانان موفق باشه و من خوشحالم که امشب در برنامه ما هستی. اگر بخوای به این جوانانی که الان دارن یا نوجوانانی که الان دارن در حقیقت درسشون رو تمام میکنن، تو این فکرن که حالا ما چه رشته‌ای رو بخونیم، ما به دانشگاه که میریم چه رشته‌ای رو انتخاب بکنیم تا اینکه در آینده چی کاره بشیم، آیا پیامی داری براشون، یک نصیحتی که چه کاری رو انتخاب بکنن، چه جوری شغل آیندهشون رو انتخاب بکنن، یا اینکه آیا نظری داری که بخوای بهشون کمک بکنه؟ نظر که بله، من اگه بخوام که نظر خودم به این دوستان جوان خودم که الان یا دانشجو هستن یا در شرف دانشجو شدن هستن اینه که انتخاب رشته‌ای که در آینده میتونه تعیین کننده شغل شما باشه بستگی به چند آیتم داره. یکی اینکه خب علاقه شما خیلی مهمه به اون کاری که در آینده ممکنه انجام بدین از طریق تحصیلاتتون. و نکته خیلی مهمی که خیلی از عزیزان در نظر نمیگیرن و شاید خود منم در اون موقع همین بودم، اینه که با توجه به مقتضیات زمان و مکانی که توش هستن باید سعی کنن که در واقع یک تصمیم درست و منطقی داشته باشن با توجه به شرایط اون جامعه و یک کشور. چون ممکنه مثلا توی یک کشوری شاید هیچ احتیاجی برای مثال میگم مهندس الکترونیک نباشه، برای مثال کم چیزی نیست البته ولی برای مثال میگم، و اگر شما که اون رشته رو بخونید شاید هم چیزی باشه که علاقه داشته باشین ولی خب بعد نمیتونید انتظار داشته باشین که اون شغل رو ادامه بدین. برای همین باید یه جورایی بالانسی باشه بین علاقه و استعداد و اینکه کاریابی دقیقاً بازاریابی. و دوستان اگه همه اینا رو در نظر بگیرن و به قول معروف خودم کمکشون کنه و خودشون هم خوب درسشون رو بخونن توی دانشگاه، فکر می‌کنم که آینده شغلی خوبی داشته باشن. خیلی مهمه که شغلتو دوست داشته باشی. اگر شغلتو دوست نداشته باشی هر روز صبح بیدار میشی و آرزو میکنی که ای کاش من امروز نمیرفتم سر کار. من بارها دیدم کسانی رو که حتی بعضی از همکاران قدیمی من که حتی الان در بین ما نیستن، یعنی واقعا با اکراه کاری که انجام میدادن گفتن این کار دوست نداریم. من گفتم خب چرا انجام میدیم؟ حالا دارم انجام میدم. دقیقا همون قضیه که حالا پرچه بادا دقیقا همون داستان. ولی میگم این خیلی مهمه که آدم کاری رو که انجام میده دوست داشته باشه. درسته. من به دوستان عزیز گفتم که برای ما SMS بدن، به خاطر اینکه من قول داده بودم که به دوستان عزیز SMSاتون رو وقتی که دریافت میکنم بهشون اشاره بکنم و خیلی از شما گفتین که ما برای شما SMS میفرستیم ولی شما اونا رو نمیخونید. من سعی
میکنم که در همه برنامه‌ها به این SMS ها اشاره بکنم و امروز من موبایل رو آوردم که اگر SMS دریافت کردم به اون اشاره بکنم. دوست عزیزی میگه سلام از برنامه قشنگتون، خیلی خوشحالم که میبینم برنامه قشنگتون، ممنونم. من اعظم از کرج هستم و از شما درخواست دعا برای خوشبختی فرزندانم دارم. خداوند شما رو برکت بده. مرسی خواهر عزیز به خاطر پیام شما، خداوند بهتون برکت بده. من اگر اسم فرزندانتون رو برای ما بفرستید ممنون میشم، ولی من اسم شما رو حتما به لیست دعامون اشاره خواهم کرد. همچنین پروموی قشنگ برنامه قاصدک رو شما ساختی. اوکی بله. اینترو برنامه. بله، هم اینترو برنامه و هم پروموی برنامه که قبل از اینکه برنامه قاصدک شروع بشه ما این اینترو رو من نگاه کردم و یادمه به من گفتن که سامی این رو در نصف روز انجام داده و من گفتم ببینم در نصف روز انجام داده چی درست کرده. خیلی خوش شانس بودی این چون که من قبل از که بخوام اون رو انجام بدم ایده اون پروموشن در واقع اون اینترو رو داشتم. برای همین اون رو تونستم در عرض حالا نمیم 7 ساعت 6 ساعت 5 ساعت یادم نیست انجام بدم. به خاطر قبلش میخواستم انجام بدم ولی خب وقت نکردم. ولی تهیه کننده برنامه وقتی اومد من گفت من اینو امروز میخوام دیگه گفتم اوکی وقتم ندارم باید اینو امروز انجام بدم. برای همین اونو تونستیم انجام بدیم توی نصف روز یا حالا در طول یک روز. نه خیلی پروموی قشنگی بود، دست شما درد نکنه. من به SMS دیگری اشاره خواهم کرد از برادر عزیزمون کمال که میگه با تشکر و آرزوی خیر و برکت آن قادر مطلق برای همه ایمانداران و آزادی ایران در نام عیسی مسیح آمین. بله مرسی برای آزادی ایران و همچنین برای مسیحیان. ما 4 تا SMS دیگه داریم دوستان عزیز. من حتما اگر که فرصت بکنم بهشون اشاره میکنم. درخواستای دعای شما دوستان هستم. من فکر فرصت کنی نیکو جان. بله من همیشه وقت کم میارم و جالبه این همه SMS رو در طول روز جواب میدی؟ معمولا توی زبان پخش بیشتر هستش. ولی واقعیت من اینه که من اگه جای تو باشم تلفنم میندازم. ببخشید بی احترامی نباشه ولی منظورم من اصلا زیاد تلفن رو دوست ندارم. نمیتونی تلفن صحبت کردن و یا مسیج رو زیاد دوست ندارم. ولی خب ایمیل اینا باشه اشکال نداره. ما هم ایمیل دریافت میکنیم، هم SMS دریافت میکنیم، هم دوستان عزیز لطف میکنن خیلی وقتا تماس میگیرن یا گاهی وقتا من تماس میگیرم باهاشون. شما هم تماس میگیرید؟ بله ما هم تماس میگیریم و واقعیت اینه که من هر روز سعی میکنم پاسخ بدم ولی انقدر لطف دارن دوستان عزیز که انقدر تعداد SMS ها گاهی وقتا زیاده که وقت خاصی رو بهش یعنی شما الان داری اینجا اعلام جنگ میکنی. یعنی شما داری میگی برنامه شما از برنامه موسیقی مسیحی پرطرفدارتره. یه جورایی. اوکی باشه. من فکر می‌کنم بیننده های ما البته کریستین میوزیک شو من فکر می‌کنم بیشتر همه رو به خودش جذب کنه. یعنی من فکر یک مخاطب به خاطر که همه موسیقی دوست دارن. یعنی شما از کودک 2 ساله تا یک فردی که ممکنه 60 70 سالش بشه یا حتی بیشتر، حالا سبکای موسیقی متناسب با سن خودشون، هر کسی موسیقی رو دوست داره. شاید به خاطر میشه در واقع شوخی کردم اینو گفتم برنامه شما بهترینه. من خودم خیلی برنامه تو رو دوست دارم نیکو، اینو جدی میگم. از نظر من شما یک مجری بسیار پخته با استعداد هستی و برنامه‌ت هم برنامه خیلی خوبی هستش. و منم امروز مفتخرم که تونستم تو این برنامه شرکت کنم. چلو کباب یادت نره. حتما. خواهر عزیزمون اعظم مرسی که پیام رو خیلی سریع برای من فرستادی. گفته اسم فرزندانش عسل و احسان هستش. چشم حتما برای این دو عزیز دعا خواهیم کرد. مرسی که پیامک برای ما فرستادین. امیدوارم که خدا بهتون برکت بده. مرسی که این برنامه‌ها رو می‌بینید و امشب با من و سامی بودین. من فکر می‌کنم هنوز هم فرصت داریم اگر که به ما بگن چقدر فرصت داریم. هستش. بله. ما 7 دقیقه دیگه فرصت داریم و دوست دارم من حالا که اینجا هستی سامی یه مقدار به SMS ها اشاره بکنیم که دوستان عزیز هفته بعد نگن نخوندی نیکو. از اندیمشق درخواست برای دعا داشتیم، برای درخواست دعا برای ازدواج. بله من تشکر میکنم از SMS شما. مرسی که این SMS رو برای ما فرستادی. فقط اگر لطف بکنید درخواست دعا که میفرستین اسمتون رو حداقل به ما بگین، یا اگر نمیخواین اسمتون رو به ما بگین حداقل از چه شهری هستین، تا اینکه من با یک نشانه شما رو در لیست قرار بدم که بدونم برای چه کسی دعا میکنم. همچنین دوست عزیز دیگری به ما میگه سلام، خسته نباشید، سعید هستم از آبادان، 2 ماهه که ایمان آوردم به عیسی مسیح. برنامه‌های شما رو گاهی اوقات تماشا میکنم. میخواستم برام شرح بدین چطور دعا بکنم. مثل قبلا باید دعا بکنم؟ این که سبک به خصوصی داره. ما خیلی از این سوالا دریافت میکنیم و من همیشه خصوصا از نوایمانان عزیز که خدا رو شکر که هر روز میبینیم که عده زیادی
نجات پیدا میکنن و زندگی هاشون رو به عیسی مسیح میسپارن و قلبشون رو به عیسی مسیح میدن و با اون زندگیشون رو آغاز میکنن و واقعا دوباره متولد میشن. من دوست دارم تشکر بکنم از SMS شما و من بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه‌های تعلیمی ما رو دوستان از دست ندید. این برنامه‌ها واقعا بار روحانی بسیاری داره، ثمره میاره وقتی که شما اینا رو تماشا میکنی، خیلی یاد میگیری و واقعا خیلی از مسائل رو تفسیر میکنن این برنامه‌ها. دقیقاً، چون میگم از طریق برنامه‌های دیگه همونطور که اشاره کردی، خب خیلی از موقع هستش که خیلی از دوستان با زبان عامیانه و خیلی به قول معروف راحت توضیحایی میدن که در مورد مسائل روحانی هستش، ولی خب خیلی بهتره که دوستان برنامه‌های تعلیمی شبکه رو تماشا کنن، چون به هر حال افرادی که اونجا هستن، کشیشانی که اونجا هستن، در واقع توضیحات کامل و جامعی رو میدن و جای هیچ به قول معروف شبهه‌ای باقی نمیذارن و در واقع پاسخ‌ها رو دقیق میدن. بنابراین دوستان میتونن که سوالای خودشون رو خیلی دقیق بگیرن و خیلی از موقع هم هست بعضی از دوستان یه سوالایی میکنن، من خودم بعد از مثلا 8 سال 9 سال ایمان میمونم چی جوابشون رو بدم. ولی خب میگم برنامه‌های همونطور که اشاره کردید تعلیمی شبکه برنامه‌ای هستن که بار روحانی خیلی بالایی دارن و از لحاظ کیفیت محتوایی خیلی کیفیت بالایی دارن. فرصت خوبیه به خاطر اینکه وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنی، من خودم حالا میخوام بگم به بنبست میخورم امروز خیلی در مورد تفسیر دقیقاً نمیفهمم واقعا و یا برام جای سوال هستش و این برنامه‌ها فرصت خیلی خوبیه برای من و شما تا اینکه به پاسخ سوالاتمون برسیم، یا این برنامه کمک میکنه که به خیلی از مسائل پی ببریم و یاد بگیریم. من SMS دیگری دریافت کردم از برادرم بهزاد از لرستان که میگه از اینکه فراموشم نکردید ممنونم، دوستتون دارم. مرسی از پیام شما برادر عزیز، مرسی از اینکه شما ما رو فراموش نمی‌کنید و مدام برای ما SMS میدید و با ما در تماس هستید. برادر عزیز دیگری برای من امروز SMS داده بود، گفته بود با درود بر شما نیکو خانم، حمید هستم از باکو، تقاضای دعا دارم برای مشکلات مالیم. برکت پدرمون عیسی مسیح با شما باد، هللویا. مرسی به خاطر پیام شما، مرسی از یکایی که شما دوستان عزیزم و مرسی از شما سامی جان که امشب رو با من قاصدک و عزیزان بیننده بودی. مرسی که وقتت رو به ما دادی. باعث افتخار ممنون. من از شما تشکر میکنم که دعوت کردین منو به برنامه خوبتون و امیدوارم که با دوستان لحظات خوبی رو سپری کرده باشیم و دوستان از برنامه و صحبت‌های شما لذت برده باشن. صحبت‌های شما خیلی مرسی. و الان فقط یه صحبت خیلی کوتاهی بکنم در مورد SMS آخری که دوست عزیز در مورد مسائل مالی گفتن. دوستان اگر که می‌بینید ما در مورد خیلی از مسائل غیر از مسائل روحانی و یا مسائلی که ربط داره به مسیحیت صحبت نمی‌کنیم، این به این معنی نیست که ما این مسائل رو نمی‌دونیم و همیشه در همه موارد برای ایرانیان عزیز، برای افراد در دعا هستیم. اگر صحبت نمی‌کنیم به علت که این شبکه هستش که درباره مسیحیت و شناخت مسیح صحبت میشه، ولی این به این معنی نیست که ما به فکر شما نیستیم. میدونیم که الان در ایران وضعیت از لحاظ مادی و اقتصادی در چه شرایطی است و برای شما همیشه و برای کشورمون در دعا هستیم. دقیقاً. تماسی داریم سامی جان. در لحظات آخر سلام می‌کنیم به شما دوست عزیز. سلام علیکم. سلام، از کجا با ما تماس میگیرین؟ خسته نباشید. من رضا هستم از هلند مزاحمتون میشم. رضا از هلند، بفرمایید در خدمتتون هستیم رضا جان. عزیزان، من در تماسایی که دیگر عزیزانمون میگرفتن یه چیزی رو خواستم خاطر نشان بکنم. بفرمایید. که در قربانی که عیسی مسیح برای ما آورد و این پرده به قدس الاقدس پاره شد، در نتیجه همه عزیزان همه میتونن به درگاه خدا برن و دعاشون رو به درگاه خدا بیارن. البته خوب هستش که ما برای همدیگه دعا بکنیم، ولی من فکر میکنم یک زمینه اسلامی هست که همه یکی ممکنه فکر کنه که کسی دیگری مقدستر از دیگری هست. اینه که مثلا من کاهن هستم یا کاهن دیگری باید باشه، یه نفر دیگه باشه که بیاد برای من دعا بکنه. اینو خواستم برای دوستانمون عزیزانمون خاطر نشان بکنم. خیلی ممنون. مرسی رضا جان که تماس گرفتی. ممنون از تماستون. خواهش میکنم. خدا شما رو برکتتون بده. ممنون. مرسی. همچنین شب شما بخیر. بله، ما فکر کنم 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من تشکر میکنم از رضا جان و موافق هستم با شما، اما من دعوت میکنم درخواست‌های دعایی که ما دریافت میکنیم و اگر که دوستان عزیز برای ما درخواست دعا میفرستن، دوست داریم که با هم دعا باشیم، مصمم باشیم، با یک دل دعا بکنیم و من خیلی دوست دارم که فراموش نکنیم در دعاهامون همدیگر رو. ولی من کاملا با شما موافقم که اینطوری
اینطوری نیستش که یک نفر از دیگری مقدسه و یک نفر میتونه فقط دعا بکنه یا اینکه به یه نفر بگیم برامون دعا بکنه. نه، بلکه همه ما میتونیم به لطف خداوند و به خاطر لطف عظیمش، به خاطر محبتش و به واسطه خون پاک عیسی مسیح به درگاه خدا بریم و با اعتراف و توبه به حضورش بریم و از اون هر چی رو که میخوایم درخواست بکنیم. خدا رو شکر میکنیم به خاطر محبتش و شکر میکنیم خدا رو به خاطر شما دوستان عزیز و مرسی از اینکه تماس گرفتین، پیام هاتون رو برای ما فرستادین. مرسی از اینکه باعث میشین که این برنامه هر روز بهتر و بهتر از هفته‌های پیش بره و مرسی از اینکه همیشه پشتیبانی میکنید و برنامه ما رو تماشا میکنید. مرسی رضا جان. اگر دوست داشته باشید شما هم خداحافظی بکنید از دوستان عزیز. اوکی، من یه بار دیگه تشکر میکنم که توی این برنامه من دعوت کردین و همچنین از بینندگان عزیز قاصدک و تمامی هموطنان خوبم که این برنامه رو میبینن و حتی اگه این برنامه رو نمیبینن، امیدوارم که همیشه شاد و پیروز و سلامت باشین در فیض خداوند عیسی مسیح. ممنون. روز خوبی داشته باشین، هفته خوبی رو داشته باشین. خدا نگهدارتون.